سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. روز یک زن همراهی دو فرزند کوچکش به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. رسول خدا که زندگانی فقیرانه را اختیار کرده بود بجز 3 دانه خرما چیزی دیگری نداشت تا به آنها تحفه کند. بنابر به هر کدامی از آنها 1 دانه خرما داد. کودکان خرماهای خود را خورده به خرمای حصه مادرشان که در دستش بود نظر داشتند. دل مادری مهربان به فرزندانش سوخت و آن خرمای حصه خود را 2 پاره کرده به آنها داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم که این رفتار مادر را نظارت می کرد گفت: پروردگارا به او مهربانی نما که او به فرزندانش مهربانی می کند. ای برادر و خواهر عزیزم، از این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم دانسته می شود که کمترین چیزی را مسلمان به فرزندانش صرف می نماید پاداش داشته هرگز بی اجر و ثواب نخواهد بود. بنابر تربیه اولاد را که از سببهای سعادتمندی مسلمان در دنیا و آخرت می باشد واجب بدانیم و شفقت و مهربانی را در حقشان دریغ مداریم. بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر